آیا سما جهانباز با زور به افغانستان برده شده و اونجا در اختیار افراد طالبانه؟ بابای این دختر زیبای اصفهانی میگه که سرنخهایی از حضور دخترش توی ولایت بدخشان افغانستان به دست اومده، جایی که احتمالاً تحت فشار و سوء استفاده است. سما تیر 401 وقتی برای فروش طلا به معالی‌آباد شیراز رفته بود ناپدید شد. آخرین تماسش با مادرش بوده که گفته 10 دقیقه دیگه برمیگردم خونه، اما نه برگشت نه صدایی ازش شنیده شد. یه مرد مشکوک دنبالش بوده که بازداشت شده، اما به دلیل نبود مدرک آزاد شد. تا حالا 11 تا مظنون بازجویی شدن که فقط یکیشون موقتاً بازداشته. چند بار تماسای مشکوک با خانواده برقرار شده که درخواست پول داشتن، اما بعدش هیچ کس سر قرار نیومده. بعضیا میگن شاید سما به دبی منتقل شده باشه و اونجا هم در اختیار یکی از شیوخ عربه. پرونده سما هنوز یکی از مرموزترین پرونده های تاریخه.